دوستان سلام، خیلی خوش اومدید به جلسه نهم آموزش تئوری موسیقی به زبان ساده. من عرفانم و اینجا کانال موزیک دانه. تو این جلسه قراره بپردازیم به ادامه مبحث خیلی مهم گام ها. تو جلسه قبل ما گام های ماژور دیزدار رو یاد گرفتیم و با اصولش آشنا شدیم. تو این جلسه ما قراره که ماژورهای بمولدار رو با هم یاد بگیریم. منابع این ویدیو کتاب‌های تئوری موسیقی اثر استاد مصطفی کمال پورتراب و کتاب خلاقیت موسیقی اثر استاد بنیامین فسایی. اگر ویدیوهای قبلی رو ندیدید حتما از طریق این لینکی که این بالا قرار میگیره برید و ویدیوهای قبلی رو هم ببینید. این جلساتی که الان داریم آپلود میکنیم توی چنل پیش نیازش این هستش که شما ویدیوهای قبلی رو دیده باشید و بر یک سری مباحثی مثل فواصل و نوت‌خوانی رو حداقل دیگه بایستی بلد باشید. اگر که هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید ممنون میشم که همین الان این کار رو انجام بدید و لایک کردن شما باعث میشه که تعداد بیشتری بیان و این ویدیو رو تماشا بکنن. متشکرم. یک سری مباحث تکمیلی مربوط به جلسه قبل هستش که قبل از اینکه حالا مبحث خودمون رو تو این جلسه شروع بکنیم بهتره که اینها رو هم یادداشت بکنید و بدونید. ما جلسه قبل گام رو یاد گرفتیم. هر گام تقسیم به دو بخش میشه که هر بخش اون رو یک دانگ میگیم. هر فاصله پی در پی 4 نوتی توی گام رو ما یک دانگ در نظر میگیریم که یک فاصله چهارم درست رو این محدوده میسازه. پس دانگ و تتراکورد رو اگر جایی بهش برخوردید بدونید که یک فاصله 4 تایی 4 نوتی توی هر گام بهش میگیم یک دانگ که هر گام از 2 دانگ تشکیل شده. یک مبحث خیلی مهمی که ممکنه بهش بر بخورید گام های دیاتونیک و کروماتیکه که ما توی جلسه قبل با یک نمونه از گام دیاتونیک آشنا شدیم. گام های دیاتونیک همین گام های ماژور و مینوری هستند که ما میخوایم یاد بگیریم، یعنی از 5 پرده و 2 نیم پرده تشکیل شدن که حالا ممکنه جایگاه حالا پرده ها و نیم پرده ها توی مینور و ماژور متفاوته، اما در کل گام های دیاتونیک از 5 پرده و 2 نیم پرده تشکیل شدن. مثل جلسه قبل که ما اصولش رو گفتیم، پرده پرده نیم پرده، پرده 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 نیم پرده، اصول گام ماژور که سرجم میشه دو تا نیم پرده و 5 تا پرده. اما گام های کروماتیک از 12 تا نیم پرده تشکیل شده. یعنی چی؟ یعنی همین یک پرده هایی که ما داریم توی گام دیاتونیک اینها هم تبدیل به 2 تا نیم پرده میشن. یعنی توی گام های کروماتیک ما کلا با نیم پرده کار داریم و کلا فاصله یک پرده‌ای وجود نداره. یعنی همین گامی که ما الان در اختیار داریم، گام ماژور، گام دو ماژور، تمام فواصلش به نیم پرده در واقع تبدیل میشه و این تعریف ساده گام های کروماتیک و دیاتونیکه. بریم سراغ مبحث گام های ماژور بمولدار. ما توی جلسه قبل ماژورهای دیزدار رو می‌خواستیم به دست بیاریم. اصولش این بود، گفتیم درجه پنجم گام مادر، اگر حالا بخوایم از گام دو ماژور شروع بکنیم، درجه پنجمش میشه تونیک گام بعدی ما و درجه قبل از اون یعنی درجه چهارمش دیز میشه. اما توی بمول ها به این صورته دوستان، ما توی گام مادر حضور داریم، درجه چهارم اون میشه گام بعدی ما. یعنی چه نوتی؟ یعنی نوت فا. پس فا ماژور میشه گام بعدی ما. خب اصول گام دو ماژور رو که دیگه بلدید، پرده پرده نیم پرده، پرده 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 نیم پرده رو دو ماژور رو در جلسه پیش هم یاد گرفتیم. میریم سراغ گام بعدیش که میشه فا ماژور. فا ماژور رو در اختیار داریم. حالا میخوایم ببینیم علائم عرضیشون چجوری به دست میاد. درجه چهارم همین گام بمول میشه. چه نوتیه؟ خب از نوت پایه حساب کنید، نوت فا. چه نوتیه درجه چهارمش؟ فا، سول، لا، سی. پس نوت سی توی گام فا ماژور بمول میشه و علائم عرضی گام فا ماژور یه دونه سی بموله. حالا گفتیم درجه چهارم گامی که توش حضور داریم گام بعدیمون هم میشه. پس گام بعدی ما میشه سی بمول ماژور. چرا سی بمول ماژور؟ چون سی رو توی گام فا ما بمول کردیم دیگه. پس ما سی بمول ماژور میشه گام بعدی ما. حالا بیایید گام فا ماژوری که در اختیار داریم رو فواصلش رو محاسبه بکنیم. از فا تا سول یک پرده، از سول تا لا یک پرده، لا تا سی بمول نیم پرده، سی بمول تا دو یک پرده، دو تا ره یک پرده، ره تا می یک پرده و می تا فا که حالت طبیعیش هم نیم پرده است. پرده پرده نیم پرده، پرده 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 نیم پرده. پس اصول فاصله‌ای توی گام‌های ماژور مشترکه، فقط شیوه به دست آوردن گام‌های بعدی توی بمول‌ها با دیزها متفاوته که اصول بسیار ساده‌ای هم داره.
اصولش اصلا پیچیده نیست. درجه چهارم گام میشه گام بعدی ما و همون درجه چهارم بمول میشه. فقط از گام دو ماژور که ما میخوایم فا ماژور رو به دست بیاریم، فا ماژور رو استثناءً بمول نمی‌کنیم، یعنی نوت فا رو توی گام دو ماژور بمول نمی‌کنیم. گام فا ماژور به دست میاد و توی گام فا ماژور ما درجه چهارمش رو بمول می‌کنیم و گفتیم درجه چهارم گام فا ماژور شد گام بعدی ما، تونیک گام بعدی ما. حالا گام سی بمول ماژور رو در اختیار دارید. درجه چهارمش رو بمول می‌کنیم. چه نوتی میشه؟ سی بمول، دو، ر، می. نوت چهارم درجه چهارم گام سی بمول ماژور بمول میشه. پس می هم اینجا بمول شد. الان ما توی گام سی بمول ماژور دو تا علائم عرضی داریم، سی و می بمولن. حالا محاسبه میکنیم. از سی بمول تا دو یک برده، از دو تا ر یک برده، از ر تا می بمول نیم برده، درسته. از می بمول تا فا یک برده، فا تا سل یک برده، سل تا لا یک برده و لا تا سی بمول نیم برده. به همین راحتی گام سی بمول ماژور رو هم محاسبه کردیم. بیاید یکی دیگر رو هم پیدا بکنیم. از گام سی بمول ماژور میخوایم گام بعدی رو به دست بیاریم. درجه چهارمش رو حساب کنید. خب بمولش کردیم دیگه، خودش اصلا مشخصه. می بمول ماژور میشه گام بعدی ما. حالا گام می بمول ماژور رو در دست داریم. همون اول قبل اینکه محاسبه بکنیم باید درجه چهارمش رو بمول کنیم. درجه چهارم می بمول ماژور چی میشه؟ بله، لا. نوت لا رو بمول میکنیم. حالا ما توی گام می بمول ماژور سه تا علائم عرضی داریم، سی، می و لا. علائم عرضی رو دوستان سعی بکنید به ترتیب حفظ بکنید، یعنی اینجوری حفظ بکنید. شما اول شما سی رو بمول کردید، بعد می رو بمول کردیم، الان لا رو بمول کردیم. وقتی اینجوری به ترتیب یاد بگیرید، گام ها رو هم به ترتیب از حفظ میشید و ملکه ذهنتون میشه و به محض اینکه علائم عرضی رو دیدید اصلا مشخصه که توی ذهنتون سریع میادش که بله این علائم عرضی مربوط به گام فلانه و اینجوری گام ها رو یاد بگیرید هیچ وقت یادتون نمیره. من یه استادی داشتم میگفت بایستی این علائم عرضی مثل نقل و نبات، مثل آجیل باید تو جیبت باشه و درستش هم همینه. هر موزیسیانی، هر خواننده‌ای، هر کسی که موسیقی حرفه‌ای کار میکنه باید گام ها رو خیلی خوب بشناسه و علائم عرضیشون رو همگی از بر باشه و نبایستی موزیسین حرفه‌ای نباید بیاد بره دیگه توی اینترنت سرچ بکنه علائم عرضی رو پیدا بکنه، نباید بیاد بشینه خودش دونه دونه حساب بکنه، کتاب رو باز بکنه. الان ما هنرجوی موسیقی هستیم، بایستی روی کتاب بخونیم، تمرینامون رو بکنیم که وقتی یه نوازنده حرفه‌ای شدیم دیگه اینها رو از بر باشیم. خب دیگه چه گامی بودیم؟ بیایید محاسبه بکنیم. گفتیم نوت لا هم بمول شد. خب حالا محاسبه میکنیم. از می بمول تا فا میشه یک برده، از فا تا سل یک برده، از سل تا لا بمول نیم برده، از لا بمول تا سی بمول یک برده، از سی بمول تا دو یک برده، از دو تا ر یک برده و از ر تا می بمول نیم برده. به همین صورت دوست دارم که بقیه گام ها رو هم شما خودتون به دست بیارید. 8 تا گام بایستی توی بمول ها هم به دست بیاد تا علائم عرضی تکمیل بشه و بعد از اون که تکمیلش کردید و نوشتید عکسش رو بفرستید توی کانال تلگرام که اونجا من عکس گام های ماژور بمول دار رو خودم فرستادم. بیایید با اون تطابقش بدید و اگر دیدید جای اشتباه شده، سوالی داشتید توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید، حتما پاسخ میدم. گروه تلگرام سعی کنید عضو بشید، اونجا بچه‌ها هستن میان و در مورد تمرینات با هم تبادل نظر میکنن. اگر توی رشته خاصی از موسیقی فعالیت میکنید میتونید کارهاتون رو اونجا بفرستید و اونجا از بچه‌ها نظرخواهی بکنید. دو تا اصطلاح که ممکنه به گوشتون بخوره میخوام که در کنار مباحث مهم درس ها این اصطلاح رو هم یاد بگیرید و به سواد موسیقیتون و اطلاعات عمومیتون لااقل اضافه بشه. نوت‌های دیاتونیک و نوت‌های کروماتیکه. ما در مورد گام‌های دیاتونیک و کروماتیک صحبت کردیم، اما یه اصطلاحی وجود داره به نام نوت‌های کروماتیک و دیاتونیک که تعریف خیلی ساده‌ای هم داره. نوت‌های دیاتونیک چی هستند؟ نوت‌هایی که به صورت معین توی درجات گام وجود دارن. مثلا ما میگیم گام دو ماژور علائم عرضی نداره. حالا نوت‌هایی که بمول یا دیز شده باشن وجود نداره داخلش و تمام نوت‌هاش بدون دیز و بمولن. این نوت‌ها به صورت طبیعی و معین وجود دارن توی گام دو ماژور، میشن نوت‌های دیاتونیک. و نوت‌های کروماتیک نوت‌هایی هستن که به صورت
غیر معین و غریبه هستن برای اون گام. مثلا شما توی گام دو ماژورید، یه دونه نوت سل دیز رو توی گام میبینید، این نوت غریبه است برای گام دو ماژور و توی موسیقی گاهن استفاده میشه که البته همینجوری هم نیست که هر نوتی رو بشه توی یه گام کروماتیک استفاده کرد و یه اصول خاص خودش رو داره. اونقدری تکرار نمیشه که بخواد حالا اون تونالیته رو به هم بریزه. پس این تعریف کلی نوت‌های کروماتیک و دیاتونیک بود. اما یه اصطلاح دیگه وجود داره به نام گام‌های همنام. ما با گام‌ها داریم آشنا میشیم، پس بد نیست که با این اصطلاح هم آشنا باشیم و بفهمیم چیه. ببینید دوستان، به گام‌های مختلفی که تو یک تونالیته ساخته شدن و تونیک اونها برابره میگیم گام‌های همنام. توی جلسات بعد ما حتما با گام‌های مینور آشنا میشیم و بهتر این مسئله رو درک میکنیم که گام دو ماژور نسبیش چه گامی میشه یا گام مثلا می بمول ماژور نسبیش چه گامی میشه و به همین صورت این گام‌هایی که در واقع همنام نیستن اما تو یک تونالیته خاصی ساخته شدن رو ما میگیم گام‌های همنام. خب برای اینکه ویدیو طولانی نشه و مباحث این جلسه هم سنگین نشه، من ترجیح دادم که فقط این مباحث رو مطرح بکنم و ازتون خواهش میکنم که خیلی خوب تمرینش بکنید و اگر مشکلی داشتید توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید. من سعی میکنم که زود به زود جلسات بعدی رو هم براتون آپلود بکنم. ممنون که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که بتونم توی ارتقاء سواد موسیقی شما موثر باشم و اگر که کانال رو هنوز عضو نشدید ممنون میشم که همین الان این کار رو انجام بدید. اگر دوستی دارید که به موسیقی علاقه‌مند یا به دنبال یادگیری موسیقی به صورت آکادمیکه این کانال رو بهش معرفی بکنید. امیدوارم که جلسات بعدی هم ببینمتون.